الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران عزیزم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 16 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که عقیده ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی امامان سلف را بیان میکند رحمهم الله. در این حلقه ما به شما یک چند فضیلت های رسول الله و خصوصیت های رسول الله را بیان میکنیم، گرچند که در کتاب وجود ندارد. خود ما پیش از بیان کردن فضل صحابگان بیان میکنیم تا که از خصائص النبی صلی الله علیه وسلم و فضیلتش با خبر باشیم، زیرا که فضیلت صحابگان فرع از فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یکی از نمودهای فضیلت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این است که رسول الله خاصیت‌های دارند، خصوصیت‌های دارند که دیگر یگان نفر از پیامبران این خصوصیت‌ها را نداشت. بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصیت‌های زیاد، فضیلت‌های بی‌نهایت زیاد دارند، اما فضیلت خاصی که خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و دیگر پیامبران نداشتند ما به شما بیان می‌کنیم. الله سبحانه و تعالی نبیش و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را به خصوصیت‌های خاص از بین دیگر پیامبران جدا کرد، خاص قرار داد و بزرگترین این خصوصیت‌ها البته که در قرآن و سنت ذکر شده است. اولینش همین است که بزرگترین فضیلت رسول الله این است که الله سبحانه و تعالی بهترین، کاملترین و بزرگترین دین را دین محمد صلی الله علیه و سلم قرار داد و این دین اسلام است. دین اسلام، شریعت اسلام، این شریعت است که پیش از این همچنین شریعت بزرگ، همچنین دین بزرگ نآمده است. پس از همین جهت وقتی که شریعت بزرگترین شریعت و دین بزرگترین دین از دیگر دین‌های گذشته است، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بزرگترین پیامبرند و این فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این چنین یکی از فضیلت‌های دیگر پیامبر این است که بزرگترین کتاب را الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرد. اعظم الکتاب، اعظم کتاب این کدام کتاب است؟ این کتاب قرآن است، کلام الله عز و جل، که مثل قرآن دیگر کتاب بروی این زمین کامل، شامل، بزرگ که به همه دور و زمان راست می آید نازل نشده است. بله، دیگر کتاب های هم کلام الله بود اما مثل قرآن نی. و بزرگترین امت را امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده است. ببینید، بزرگترین دین، بزرگترین کتاب و بزرگترین امت. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 110 بیان میکند و میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس. بهترین امت هستید که شما از بین مردم بیرون شده اید. بهترین این امت از بین همه امت ها کدام امت است؟ امت محمد صلی الله علیه و سلم. و در بین امت بهترین، افضل ترینشون ابو بکر صدیق و بعد از او عمر الفاروق و بعد از این عثمان ذی النورین و بعد از او علی رضی الله عنه اجمعین است. پس همه این چی رو میفهماند؟ بزرگترین دین اسلام، بزرگترین کتاب قرآن، بزرگترین امت اسلام چی رو میفهماند؟ به ما خبر میتید که پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به نهایت بزرگ هستند، به نهایت بزرگ هستند که تصور کردن نمیتوانید. البته خصوصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت های زیاد ذکر شده است. یکی از اون روایت است که امام بخاری با رقم 335 و امام مسلم با رقم 521 روایت میکنند. یعنی
حديث متفق عليه است، امام بخاري و مسلم روایت میکنند. از حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که به من 5 چیز داده شد که به یگان نفر از پیامبرهای گذشته این 5 چیز داده نشده بود. یعنی این فقط خاصی پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم است. نه نوح، نه ابراهیم، نه یعقوب و داوود و یوسف و زکریا و یحیی و نه موسی و نه عیسی علیهم الصلاة و السلام و این 5 چیز داده نشده است. این خصوصیت رسول الله است و این فضیلت رسول الله رو به ما بیان میکند. یگان نفری از پیامبرای گذشته این چیز رو نداشت. یکمینش نصرت بالرعب مسیرة شهر، الله به من نصرت داده است به مدت 1 ماهینه راه. یعنی دشمنای رسول الله صلی الله علیه و سلم که از مدینه 1 ماهینه راه دورتر بودند با شنیدن نام رسول الله می ترسیدند. شما خوب دقت بدید، دشمنان رسول الله که رسول الله در مدینه بودند، از مدینه 1 ماهینه راه دورتر دشمنهای بودهشون از رسول الله می ترسیدند، از شنیدن نام رسول الله می ترسیدند. نصرت بالرعب، نصرت داده شدم بالرعب. رعب ترسی که در درون انسان ها است. مسیرت شهرین، مدت 1 ماهینه راه. بله، این چنین فضیلت دیگر پیامبران نداشتند. از پیامبر ما مشرکین کفار بیناد می ترسیدند. یکمین فضیلت دوم و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، تمام زمین برای من و برای امت من مسجد و پاک قرار داده شد. طهور، طاهر نه، طهور. زمین هم پاک است و هم انسان رو پاک میکند. می شود که به خاک یک نجاست رو پاک کرد. اما امتهای گذشته بارک الله فیکم این چنین فضیلت نداشتند. پیامبران گذشته امتشون یا خودشون در جایی که خواهند عبادت کرده نمیتوانستند. در همه جای زمین عبادت کرده نمیتوانستند. بارک الله فیکم. اما ببینید این خصوصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو که در کجای زمین خواهند عبادت میکنند و در دوامش میگویند که فایما رجل، کدام یک مرد از امت من وقتی نماز بیاید نماز را دریافت کند در کجای زمین خواهد نماز میخواند. این فضیلت است. امتهای گذشته وقتی عبادتشون بیاید باید حتما در همون عبادتگاه مسجد باید عبادت میکردند. در دیگر جا عبادت کردن ممکن برای اونها نبود، جایز نبود. اما به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به امتشون الله اجازه داد که در کجای خواهی وقتی عبادت بیاید، وقتی نماز بیاید عبادت کن. این فضیلت است یا نیست؟ این بزرگترین فضیلت است و این هم رحمت الله بر بالای این امت است. و احلت لی الغنائم، و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که و برای من غنیمه گرفتنش حلال شد. وقتی که با کفار و مشرکین می جنگند، مال و ملکی که از کفار و مشرکین گرفته می شود برای پیامبر و برای صحابگان حلال شد. می گرفتن تقسیم می کردن و این بهترین مال بود. اما به دیگر پیامبران گرفتن غنیمت حلال نبود. به یک جای بلند می برآوردند، می سوزاندند و همچنین یک شریعتی بود اما تقسیم کرده نمی شد. و دیگر از خصوصیت پیامبر صلی الله علیه و آله این است که میگند و کان النبی یبعث الی قومه خاصه، و پیامبران پیش از پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم همه اشون به قوم خودشون خاص، به قوم خودشون مبعوث میشدند، پیامبر میشدند و میگند که من باشم به همه مردم کافه، به جمیع انسانهای روی دنیا پیامبر هستم. سوال من اینجاست که آیا عیسی علیه السلام پیامبری همه دنیا هستند یا که فقط همون به قوم یهود پیامبر بودند؟ عیسی علیه السلام فقط پیامبر قوم یهود بودند، به دیگر انسان ها پیامبر نبودند. موسی علیه السلام به قوم یهود بودند، زکریا به قوم یهود بودند، یحیی به قوم یهود بودند، سلیمان به قوم یهود بودند. همه اینها به قوم یهود بودند. همه پیامبران به قوم خودشون می بودند.
هود به قوم عاد و اینچنین صالح به قوم ثمود و همچنین. اما پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم به تمام دنیا پیامبر شدند، هم به سیاه، هم به سفید، هم به عرب و هم به فارس، هم به خطایی ها و هم به عجم، به همه روی دنیا. پیامبر ما پیامبر عالمی هستند، عموم. اما دیگر پیامبران یگان نفرشون عمومی به تمام عالم پیامبر نبودند، بلکه به قومشون. خوب دقت بدید، این بزرگترین فضیلت پیامبر صلی الله علیه و است. و میگن که و اعطیت شفاعه، و به من شفاعت داده شد. شفاعت کبرایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دارند به یگان نفر پیامبران داده نشده است. در روز قیامت الله شفاعت کردن را به پیامبر اجازت میدهد و آدم‌های مخصوصی که اونها را شفاعت کردنش جایز است الله اجازت میدهد و پیامبر شفاعت میکند. و این خصائص هایی که این خصوصیت های پیامبر است که همه اش بیانگری فضیلت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم میکند. و این خاص پیامبر است که یگان نفر به پیامبر در این خصوصیت ها شریک نیست. و این همه دلیل به چی است؟ دلیل به این است که پیامبر بهترین و افضل ترین پیامبر هستند. چخیلی که در روایت امام مسلم آمده است از حدیث حذیفه که فضلنا علی الناس بثلاث، میگن ما را الله بر بالای دیگر انسان ها با سه چیز فضیلت قرار داده است، یعنی با فضل قرار داده است. و در روایت دیگر امام مسلم میگن که از حدیث ابو هریره رضی الله عنه فضلت علی الانبیاء بست، من فضیلت داده شدم بر دیگر انبیاء ها دیده به 6 چیز، یعنی از دیگر انبیاء ها دیده من به 6 چیز فضیلتم زیاد است. و این رو هم امام مسلم روایت میکنند. و از حدیث ابی هریره رضی الله عنه که اومده است ما 5 چیز رو ذکر کردیم. 5 چیزی که خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم است. الله سبحانه و تعالی پیامبر رو نصرت داد مدت 1 ماه رو، و زمین مسجد قرار داد و پاک قرار داده شد، و غنیمه حلال است، و پیامبر عام به همه مبعوث شدند و به پیامبر شفاعت داده شد. بارک الله فیکم. و ششمینش و ختم بی النبیون، و من خاتمی همه پیامبران هستم، یعنی پیامبر آخرین پیامبران هستند. پیامبر ما آخرین پیامبران هستند. پس بارک الله فیکم، این فضیلت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خصوصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. البته خصوصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نهایت زیاد است، اما این از همه بزرگترین این خصوصیت ها بود. یکی از خصوصیت های دیگر پیامبر این است که در روایت امام مسلم آمده است از حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که ان الجنه لا تفتح لاحد قبله، جنت دروازه اش گشوده نمی شود بجز به پیامبر صلی الله علیه و سلم. اولین کسی که به جنت داخل می شود این پیامبر است و دروازه جنت فقط به پیامبر گشوده می شود. این هم یکی از شفاعت های پیامبر است صلی الله علیه و سلم است که تا زمانی که پیامبر رفته در جنت رو باز نکنند هیچ کسی داخل جنت شده نمی تواند. و فضیلت دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این است خیلی که در حدیث آمده است اکثر الانبیاء تبعا، امام مسلم روایت میکنند پیروانشون از همه زیادترین پیرو است از دیگر پیامبران دیده امت محمد صلی الله علیه و سلم زیادترین امت هستند. از همین جهت است که در حدیث صحیح آمده است نیز شطر اهل جنت امت محمد صلی الله علیه و سلم است. زیاده از 75-80% جنت از امت محمد صلی الله علیه و سلم است. سبحان الله. و اینچنین بزرگی معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و بسیار بودن معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم این دلالت فضیلت رسول الله میکند. هر پیامبری که معجزه دارد معجزه پیامبر ما از معجزه او بزرگتر است و دلالت میکند با گوناگون وجههایش که رسول الله بهترین و افضل ترین یعنی پیامبر در بین پیامبران بودند. خیلی که ما مسلم روایت میکنند از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا سید ولد آدم یوم القیامه، من سید بهترین فرزند آدم در روز قیامت هستم. در روز قیامت مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر یگان انسان پرفضل و دیگر یگان انسان سیدی که بهتر باشد مثل پیامبر وجود ندارد.
و اول من ینشق عنه القبر، و اولین کسی که از قبر بیرون می شود این پیامبر است. و اول شافع، و اولین شفاعت کننده، یعنی اولین کسی که الله سبحانه و تعالی اجازت می دهد که شفاعت کنند و اولین کسی که الله خودش پیامبر صلی الله علیه و آله را اجازت میده شفاعت میکن و شفاعت کردن اجازت میشد. و دلیل ها زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمیع خلق افضل ترین هستند، بهترین هستند. پس ما باید چیکار بکنیم؟ ایمان به همین رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاریم. ایمان آوردن به رسول الله چگونه است؟ ایمان آوردن هم به قول است، هم به اعتقاد است، هم به عمل است. از همین جهت ابن قدامة المقدسی در کتاب لمعة الاعتقاد میگویند و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین و سید المرسلین لا يصح ایمان عبد حتى يؤمن برسالاته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. محمد رسول الله است صلی الله علیه و سلم، خاتم پیامبران است، پایان رساننده پیامبران است. بعد از محمد دیگر پیامبری وجود ندارد. بهترین فرستاده شده پیامبران است و صحیح نمی شود ایمان یک انسان تا همان وقتی که ایمان بیاورد به رسالت محمد و شهادت بدهد به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم و ایمان بیارد که در روز قیامت انا همین محمد صلی الله علیه و سلم با اجازه اذن الله امتشان را شفاعت می کنند و هیچ کسی از امتش داخل جنت نمی شود مگرم به بعد دخول پیامبر صلی الله علیه و سلم و هیچ کسی به جنت داخل نمی شود بعد از دخول پیامبر صلی الله علیه و سلم. صاحب لواء الحمد، پیامبر صاحب بیرق حمد هستند. در روز قیامت بیرق حمد و ثنا در دست کی است؟ در دست محمد صلی الله علیه و سلم است. ولا فخر گفتم پیامبر یگان فخری نیست. و مقام المحمود، صاحب مقام محمود بالاترین درجه جنت. و الحوض المورود، و صاحب حوض کوثر و امام تمام پیامبران و خطیبشان و صاحب شفاعت که الله اذن میدهد به شفاعت کردن، امتشان را شفاعت میکنند که امتشان بهترین امت و اصحابشان بهترین اصحاب در بین انبیا و اصحابشان است. بارک الله فیکم. چقدر بیان زیبا، چقدر زیبا. ببینید که محمد رسول الله این نام پیامبر است که در قرآن ذکر شده است. شما نظر بکنید به سوره فتح آیه 29 الله میگه محمد رسول الله، محمد رسول الله است. از همین جهت در هر جایی که الله نام محمد را میگیرد فقط نام محمد را گرفته تمام نمیکند، بلکه میگه محمد رسول الله، اثبات میکند که محمد رسول الله است. این یک الله چگونه یک مهربانی و چگونه یک سبحان الله بزرگی رسول الله را به ما بیان کرده است، چگونه محبتش را نسبت رسول الله بیان کرده است که نامش را خالی نگرفته است، محمد رسول الله. و نام دومی مشهور پیامبر صلی الله علیه و سلم احمد است که در قرآن ذکر شده است. نظر بکنید به سوره صف آیه 6 که الله میگه و مبشرا برسول من بعد اسمه احمد. این سخن کی است؟ سخن عیسی است که من بشارت میدم به یک رسولی که بعد از من می آید که نامش چی است؟ احمد است. محمد یعنی چی؟ بسیار حمد و ثنا کننده. محمد بسیار خیلی هم حمد و ثنا کننده و احمد هم از همین ریشه محمد گرفته شده است و هر دوی این نام در قرآن ذکر شده است. و این چنین نام های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت بین زیاد است. محو، نابود کننده کفر شرک، کشنده، خندنده، ضحوک القتال، خندنده کشنده و دیگر نام های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در کتاب زاد المعاد شیخ ابن القیم الجوزی ذکر کردند. پس بارک الله فیکم. ما باید خیلی که گفتم ایمان بیاریم. خیلی که شیخ گفتند ایمان انسان صحیح نمی شود تا همان زمانی که ایمان به رسول الله و به رسالتش و به نبوتش بیاری. هر کسی که به رسول الله، به سنتش، به نبوتش ایمان نبیارد او کافر است.
معنای ایمان آوردن به رسالت رسول الله چیست؟ یعنی هم به قول، هم به سخنت، هم به عملت، هم به اعتقادت، هم به زبانت، یعنی هم به دلت و هم به جسمت ایمان به رسول الله باید بیاری. انمین است معنای ایمان آوردن به رسول الله. معنای این کلمه که میگویی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهادت میدم که محمد رسول الله است. یعنی چی؟ یعنی اینکه من هم به قلبم، به اعتقاد قلبم، یعنی به سخن قلبم اقرار میکنم و تصدیق میکنم و به عمل قلبم دوستش میدارم و صحابگانش را دوست میدارم و نصرتش میدهم و با زبان البته فضیلتش را بیان میکنم و دینش را قبول میکنم و میرسانم و با جسمم پیروی از سنتش و از شریعتش میکنم. چگونه با اعتقاد ایمان میاریم؟ باید با قلبمون، اعتقاد یعنی با قلب، ما باید علم داشته باشیم به رسالت رسول الله، علم داشته باشیم به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تصدیق بکنیم. وقتی که قلب میگویم، قلب به دو قسم تقسیم می شود. عمل قلب، یعنی عمل قلب چی؟ محبت رسول الله، یقین کردن به رسالت رسول الله، به حقیقت رسول الله، صدق نسبت سنت رسول الله، نسبت خود رسول الله صدق داریم یا نداریم، اخلاص، قبول رسالتش. این عمل قلب است. اما عمل جسم چیست؟ عمل جوارح، انقیاد، پایبند سنت رسول الله شدن، پایبند امرهای رسول الله شدن و طاعت کردن و باز ایستادن از نهی‌هایی که رسول الله کرده است. انمین است مذهبی اهل سنت و الجماعت و انمین است ایمان آوردن. اما اهل بدعت وقتی که در باب ایمان گمراه شدند، در باب ایمان آوردن به رسول الله هم گمراه شدند. خوب دقت بدهید. امروز زیاد کسانی هستند که به ما اعتراض میکنند و میگویند که ابو محمد مدنی، به تو چی لازم است که هر دفعه که یک مسئله رو میگویی جهمی، اشعری، ماتریدی، صوفی، قبوری، حزبی، مدخلی، کرامی، کلابی، خوارج، چی لازم است؟ همین ها رو نگو، فقط نغزی ها رو گو، اما این ها رو نگو. برادر عزیز موحدم، وقتی که من یک طالب علم اهل سنت و الجماعت به تو گمراهان را بیان نکنم، فقط حق را فهمی اما باطل را نفهمی، روزی باطل را میشنوی، پیش از این که شنیده نبودی، شبهات را انکار کرده نمیتوانی و بالاخره پیروی باطل و گمراه میشوی. راه حق و منهج حق، منهج قرآن و سنت همین است که حق بیان کرده می شود و باطل هم بیان کرده می شود. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله بیان کرد که بگوی محمد قل هذه سبیلی، بگوی محمد که انمین راه من است، ادعو الی الله، به سوی الله دعوت میکنم، علی بصیرت، با بصیرت. بصیرت چیست؟ التمییز بین الحق والباطل، حق و باطل را از همدیگر جدا میکنم، حق را بیان میکنم و شما را به سوی حق دعوت میکنم و باطل را بیان میکنم و میگم که این باطل است و این اهل باطل و این مذهبی باطل است و شما را از باطل باز میدارم. انا و من اتبعنی، من رسول الله، یعنی پیامبر میگن، و همه که پیروان من هستند از صحابگان، تابعین، تبع تابعین تا روز قیامت، هر کسی که پیرو من است انا همچنین باید دعوت کند. هر کسی که فقط مذهبی حق را میگوید اما مذهبی باطل را بیان نمیکند، این از منهج رسول الله دور است. باید باطل بیان کرده شود و باید باطل شناخته شود، باید توحید بیان کرده شود و باید شرک بیان کرده شود. فقط توحید بیان کرده شود، شرک بیان کرده نشود، انسان ها از شرک و از کفر چگونه دور می شوند؟ بارک الله فیکم. پس مذهب های انسان ها را در باب ایمان به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله بیان میکنیم. اولا کرامی ها، چه خیلی که گفتیم محمد ابن کرام که التحیات خونده نمیتوانست، مذهبش معروف و مشهور است، التحیات خونده نمیتوانست. ما چه خیلی که از کتاب ابی اسماعیل الهروی با روایت الدارمی در نزد ابراهیم الحسین وقتی که گفتن که التحیات رو خون، التحیات لله رو خونده نتوانست و امیر ابراهیم الحسین لعنک الله گفت و از مجلس برآورد و پیش کرد. در نزد این کرامی ها ایمان آوردن به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ یعنی شهادت دادن به رسالت رسول الله چیست؟ فقط به زبان است بس. یعنی کسی بگوید به زبانش که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، من شهادت میتم که محمد رسول الله، تمام است.
عمل کردن نه به قلب، نه به جسم، نه به زبان هیچ ضرور نیست. تصدیق کردن ضرور نیست. من همین پیامبر میدونم گوید تمام است. پس مذهب اینو باطل است. چگونه که امروز بسیاری تاجیک‌ها در همین مذهب باطل است، مذهب جهمی، که فکر میکنند که فقط همین پیامبر محمد صلی الله علیه و پیامبر است. گوید تمام فکر میکنند. نه، باید پیروی بکنی، باید عمل قلبی، عمل جسمی، سخن قلبی و سخن زبانی رو داشته باشی، وگرنه کافر هستی ولی مسلمان نشده ای. این است که ما بیان میکنیم و از مذهب باطل باید دور بشید. مذهب دوم مذهب جهمی ها چی میگن؟ چگونه ایمان میبیارید به الله رسول؟ میگن که فقط دانی که یک الله هست و فقط دانی که پیامبر همین محمد پیامبر است، هم تو فهمی شد. معرفه میگن. ایمان معرفه است در نزد اینها فقط قول قلب داری شد، میگن معرفه. هر کسی که فهمید که محمد رسول الله است، این مؤمن به رسالت کامل ایمان است. ایمانش 100% کامل است. یگان کار نکند، شرک و کفر میکند، چیزی بخواهد بکند، تمام است. انا کنون میفهمید که این مذهب های باطل چه خیلی ضرر دارد. از نظر این مذهب های باطل همه ایمانش یعنی گویا که صحیح است، اما از نظر قرآن و سنت مذهب اینها، مذهب باطل ها ایمان ندارند. حالا ایمان نآوردند بر رسول الله صلی الله علیه و آله. اشعری ها چی میگوید در باب ایمان؟ اشعری ها ایمان در باب رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله این فقط به قلب تصدیق کنی و معرفه کنی شد میگند. فقط تصدیق، یعنی فهمی پیامبر اومدنش رو فهمیدم و من اینو تصدیق میکنم، دروغ نمیگم، راست میگم، تمام. عمل کردن آیا ضرور است؟ پیروی کردن آیا ضرور است در مذهب اشعری؟ نه، ضرور نیست. و همچنین مذهب باطل چهارم ماتریدی ها ایمان بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله آوردن، این تصدیق کردن به قلب است، تمام. اقرار کنی، تصدیق کنی به قلبت، به زبانت گفتن تو شرط نیست، عمل کردن شرط نیست، عمل قلب شرط نیست، تو مؤمن و موحد هستی. این است گمراهی اینها. از همین جهت اینها وقتی که ما دعوت میکنیم به سوی حق در حیرت میمونند و خودشون گمراه میشوند. یا مرجئه الفقها هم میگن که طریق یعنی راه ایمان آوردن به رسالت در نزدشون این است که یعنی به زبانت بگویی و به دلت تصدیق کنی، عمل نکنی هم میشود. یعنی پیروی از رسول الله نکنی هم میشود. این مذهب مرجئه الفقها. همین مذهب باطل است. مذهب خوارج ها و معتزله ها چیست؟ ایمان آوردن به رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله در نزد خوارج ها هم به زبان است، هم به اعتقاد است، هم به عمل است. یعنی مثل اهل سنت و الجماعت قول، اعتقاد، عمل میگن. اما خطاگیشون در کجا است؟ خوارج ها و معتزله میگن که کل عمل خواه مستحب باشد سنت پیامبر، خواه واجبات باشد، خواه بارک الله فیکم یا که واجبات و اصول ایمان رو هر دوش رو یک چیز میدونند. اگر یک مخالفت به پیامبر کنی کافر میشوی میگند. یک عملی که پیامبر کن گفته است ترک کنی کافر میشوی میگند. اما سلف اینچنین نمیگفتند. سلف میگفتند که مخالفت رسول صلی الله علیه و سلم با عمل تفصیل دارد. بعضی عمل هاست که ترک کنی کافر میشوی، به مانند نماز. یک چند بار تکرار کنی، یک دو سه بار کافر میشوی، به مانند زکات. اما در باقی مونده عمل ها اگر ترک کنی کافر نمیشوی. یا که اگر بعضی نهی کرده ها رو کنی کافر میشی، به مانند شرک، به مانند دشنام دادن الله رسول و غیره. اما اگر بعضی از نهی کرده های پیامبر رو انجام دی کافر نمیشوی، به مانند عرق نوشیدن، زنا و غیره. اما در نزد خوارج یک گناه رو کنی کافر میشوی، یک فرموده رسول الله ترک کنی کافر میشوی. این است که ایمان آوردن اینها غلط شد. ایمان آوردن علمانی ها رو میدونید علمانیین میگن. علمانی یا که علمانیین، اینها انمین حزبی های امروزه، حزب اخوان، حزب نهضت، این گمراهان چه خیلی ایمان به رسول الله و به رسالت رسول الله میبرن. میگن که اینها فقط اقرار کن که انمین رسول الله بزرگترین آدم بود، تاریخ به از همه بهترین و بزرگترین آدم انمین محمد بود، تمام تو ایمان آوردی. پیروی به رسول الله نکنی، عمل گفته رسول الله رو نکنی، نه به قلبت، نه به زبانت، به هیچ جهت، نه به جسمت، و این چنین به حکم رسول الله حکم نکنی هم تو مسلمانی میگن. از همین جهت امروزه حزبی ها علمانی شده و دین رو ترک کرده است. بارک الله فیکم. این بود فضیلت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و این بود محمد صلی الله علیه و سلم که ما باید ایمان حقیقی بیاریم، تصدیق بکنیم. اشهد ان محمد رسول الله
وقتی که میگوید باید شما اثبات کنید که محمد رسول الله است و غیر رسول الله را انکار کنید که رسول نیست. تصدیق کنید و قبول کنید خبرهایش را، سنتهایش را و عمل کنید و به حکمش حکم کنید و به شریعتش مراجعت کنید و به محکمهش تحاکم کنید و همین رسول الله را نصرت بدهید و دوستش بدارید و در حقش درود و صلوات بگویید، زیرا که الله با این همه بزرگیش و همه این ملائکه ها در حق رسول الله درود و صلوات میگن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله و همه این ملائکه ها بر رسول الله درود و سلام میگوید. ای اونانی که ایمان آوردید بر رسول الله درود و سلام بگویید. صلوات الله ربی و سلامه علیه. هر باری که یک صلوات به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستید، من صلی علی واحدة صلی الله علیه 10. الله در حق شما 10 بار صلوات میفرستد و رفع عنه 10 درجات، 10 بار درجتون رو بالا میکند و حط عنه 10 خطیئات، 10 خطاگیتون رو الله میبخشد. این فضیلت است، این فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. پس وقتی که پیامبر اینقدر بزرگ باشند، اینقدر فضیلت زیاد داشته باشند، کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستند، هم نشین رسول الله شدند، چقدر زیاد نشسته باشند، چقدر دوست نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، هموق افضلتر و بهتر هستند. ابو بکر صدیق رضی الله عنه و عمر که زیادترین کسایی بودند که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگشتند. پس در این امت بعد از رسول الله افضل هذه الامه، بهترین این امت کی است؟ ابو بکر است. بعد از این عمر است و بعد از این عثمان است و بعد از این علی است رضی الله عنهم اجمعین. بارک الله فیکم. پس امت رسول الله بالعموم فضیلت دارد. چخل امت دارد؟ امت رسول الله هم بسیارترین امت است، هم بهترین امت است. اولین امتی که به جنت داخل می شود کدام امت است؟ ولا يدخل الجنه امه الا بعد دخول امته. یگان امت به جنت داخل نمی شود مگرم بعد از داخل شدن امتی محمد صلی الله علیه و سلم. این فضیلت امت پیامبر است. و در روایت دیگر مسلم آمده است که و امت خیر الامم، امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت است. بارک الله فیکم. عدد امت ها چند تا است؟ شاید شما سوال کنید که عدد امت ها چند تا شدنش ممکن است؟ عدد امت ها رو در حدیث ذکر میکنند که 70 امت وجود دارد. فهی 70 امه میگن، 70 امت. چلی که در حدیث آمده است انکم توفون 70 امه یوم القیامه. 70 امه، 70 امت. این رو امام ترمذی روایت میکنه، حدیث رو ابن ماجه در سننشون روایت میکنه، حدیثی است. از درون همون 70 امت بهترین امت محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله، الحمدلله که ما رو از امت رسول الله محمد ابن عبدالله صلوات الله ربی و سلامه علیه قرار داده و ما را از جمله پیروان قرآن و سنت به فهم سلف این امت کرده و ما را از اهل توحید قرار داده است. در یک حدیث آمده است که 3/1 جنت امت پیامبر هستند. در حدیث دیگر آمده است که یعنی صفایی که در محشر می شود 120 صف است. از همین 120 صف 80 صفش که است امت محمد صلی الله علیه و سلم است. خودتون فهمید. بارک الله فیکم. برای چی بهترین امت؟ برای اون که پیامبرش بهترین پیامبر، دینش بزرگترین دین، کتابش بزرگترین کتاب است و آخرین پیامبر است و الله این پیامبر را دوست داشته و امت این پیامبر را بهترین امت کرده. پیامبر که بهترین پیامبر است، بزرگترین رسول است، افضلترین است، امتش هم همچنین بهترین امت از بین دیگر امت است. بارک الله فیکم. پس من شما از همین امت هستیم.
باید الله را حمد بگوییم، باید حمد بگوییم الحمدلله رب العالمین که ما از همین امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. البته با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ما مختصرا به شما بیان کردیم و در حلقه آینده باز شروع میکنیم دوام صحبتمون رو فضیلت صحابگان رو، فضیلت ابوبکر، فضیلت عمر، فضیلت عثمان، فضیلت علی و اجماع سلف این امت از تابعین و غیره در فضیلت ترتیب و در خلافت اینها و چگونه معامله کردن نسبت صحابگان و احترامشان ان شاء الله در حلقه آینده صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.